با عرض سلام خدمت همه دوستان. جلسه 12 از سری برنامه‌های آموزش زبان آلمانی. امروز می‌خوایم در رابطه با یک کلمه خیلی مهم صحبت کنیم و اون کلمه آین هست. آین یک کلمه خیلی مهمیه چون اطلاعات زیادی رو به ما میده. چند تا اطلاعات به ما میده. یکیش به معنی اینه که یک عدده و دومین چیزی که به ما میده نشون دهنده نکره بودنه، یعنی ناشناخته بودن اون چیزه. مثلا من امروز بهتون گفتم که الان میخوام در رابطه با یک موضوع صحبت کنم. یک اولا یعنی یه عدد، دومش نکره یعنی ناشناخته است تا الان، یعنی اون چیزی که برای شنونده مشخص نیست یا اولین بار گفته میشه. از آین استفاده میکنیم. ایسه آین من یک آدم میبینم، معلوم نیست کدوم آدمه. تفاوتش با دردیداس چیه؟ دردیداس رو ما وقتی به کار میبریم که اون چیزی که میخوایم داریم میگیم مشخصه، که مثلا چه درمن یعنی اون آقاه مشخصه. مثلا میگم ایسه آین من، از اینجا به بعد دیگه اگه بخوام در رابطه با اون مرد صحبت کنم دیگه باید با آرتیکلش استفاده کنم. درمن ایست گروس تو حالت نومیناتیو میشه درمن ایست گروس، تو حالت فاعلی کلمه من میشه در. فارسی هم همینه دیگه. ما میگیم من یه آدمی رو میبینم، اون آدم بزرگه. این در یعنی اون، تو حالت فاعلی. من یه آدمی رو میبینم، اون آدم دیگه. من نمیگیم من یک آدمی رو میبینم یک آدم بزرگی. میگم من یه آدم میبینم اون آدم. به خاطر هم اینا چیز ساده ای میشه وقتی که تفاوت اینا رو با هم دیگه بدونیم. کاربردهای اصلی آین: معرفی چیزی برای اولین بار. Ich habe ein Auto، من یه ماشین دارم. بعد از اینجا به بعد اگه بخوام در رابطه با ماشینم صحبت کنم دیگه باید با آرتیکل داس استفاده کنم، چون آرتیکل آتو داس هست. مثلا من یه ماشین دارم، اون خیلی سریعه، اون خیلی تمیزه، او خرابه، او پنچره. اینجوری باید صحبت کنیم. وقتی مهم نیست که میخوام در رابطه با چه چیزی میخوام یا در رابطه با چه چیزی صحبت میکنیم. مثلا Du gibst mir eine Lampe، یه لامپ میدی به من. مثلا به دوستت میگی یه لامپ میدی به من. البته این یه لامپ میدی من اینجا که الان تو زبان فارسی گفتم شد سوالی. مثلا داری با دوستت یه سناریوی تمرین میکنی، میگی آره تو میای داخل اتاق یه لامپ میدی به من. Du gibst mir eine Lampe. الان اینجا چرا شد؟ اینجا ا گرفت. حالا در ادامه ویدیو بهتون میگم که چرا اینجا ا اومده چسبیده به لامپه که دی هست. Du gibst mir eine Lampe. وقتی که مهم نیست کدوم یکی از اون چیزا. یه لامپ فارسی هم همینه. وقتی که هنوز ناشناخته است دیگه اینم معلومه دیگه. آین من ایستا، یه مرد اینجاست، یه آدم اینجاست. من به معنی مرد یا آدم استفاده میشه وقتی که به صورت کلی داری صحبت میکنی. من به معنی آدم هست. دو هم به معنی اینجا و آنجا هست در زبان آلمانی. آی من ایستا، ich bin da. ich bin da، من اینجام. مثلا سر کارتی یه لحظه مثلا میگی به رئیست همکار، میگی من میرم یه جا برمیگردم، میگی ایش. وقتی که برگشتی ich bin wieder da، این یعنی دوباره. ich bin wieder da، من دوباره اینجام، به معنی که من دوباره برگشتم. اوکی. همین نکته هم که بهتون گفتم. ایسه آین کیند، من یه بچه میبینم. از اینجا به بعد دیگه باید با
داس بگیم. چرا؟ چون برای دفعه اول بود که ناشناخته بود، برای دفعات بعدی دیگه شناخته است. داس کیند اشپیل، بچه بازی میکنه. کی از آین استفاده نمی کنیم؟ برای زمان که ما میخوایم از یه چیزایی به صورت کلی استفاده کنیم، به صورت کلی بگیم. مثلا در رابطه آب و هوا نمیگیم یه آب و هوا، یا مثلا بگیم پول غیر شمارشه، یا به صورت واسه چیزهایی که غیر قابل شمارشن. یه پول بده من مثلا نداریم، یا مثلا یک آب و هوا. البته تو زبان فارسی شاید بگیم مثلا امروز یه آب و هوای خوبی تو شهر حاکم بود، مثلا اینجوری بخوایم بگیم. این یک به معنی تعداد، یا مثلا نمیدونم حالا تو فارسی این به چه معنی میشه دقیقا، ولی تو زبان آلمانی ما نمیگیم یک آب و هوا. جنبندی سادمون آین یک معنی نامشخص و نکره بودنه. وقتی از دفعه اول می‌بینیم، دفعه دوم از دردیداس استفاده میکنیم. صرف آین برای اسامی مختلف، ما مذکر داشتیم، مؤنث، انثی و جمع. وقتی که آین بخواد بعد قبل از اسم مذکر بیاد، هم خود آینه. اگه اول جمله باشه با ای بزرگ نوشته میشه، اگر حالا وسط جمله باشه با ای کوچیک. واسه مؤنث یه ای میچسبه به آخر آین، این شکلی. شما اینطوری در نظر بگید که وقتی که دی بود، این ای میاد میچسبه به آخر این ای میاد میچسبه به اینجا، میشه آینه. آینه فراو ایستا، یه خانومی اینجاست. نمیگیم آین فراو ایستا. این از نظر گراماتیکی اشتباهه بگیم اگه بگیم آین فراو ایستا. داس هم همینطور. داس مثل حالت مذکر صرف میشه، یعنی هیچی بهش اضافه نمیشه. آین یا آینه. جمع هم که آین دیگه نمیگیره دیگه. گفتیم که آرتیکل جمع دی هست، ولی جمع نمیتواند آین بگیرد. جمع هم نمیتونه آین بگیره. تو زبان فارسی ما نمیتونه به یه اسم جمع یک بچسبونیم. پس واسه مذکر آین، واسه خنثی آین، واسه مؤنث یه ای میچسبه به آخر آین. بعدم با اینجور صرف ها ما زیاد سر و کار داریم.